Hello everybody, how are you doing? امروز میخوایم با هم دیگه ساختار آینده که همون will and going to هستش رو بررسی کنیم و تفاوتاش رو بیان کنیم. از will برای زمان استفاده میشه که تصمیم ناگهانی و آنی گرفتیم. For example, I go to the park tomorrow. Maybe you will be a free time. یا برای تقاضا یا درخواست مؤدبانه. For example, will you get me your newspaper? یا برای پیشنهاد if you want, I will help you. یا برای گفتن رویدادی که در آینده از رخ دادن اون مطمئن هستیم. برای مثال now I'm 20 years old. I will be 21 years old next year. من الان 20 سالمه و سال بعد 21 سالم میشه. و خب در جمله بندیش هم که فاعل پلاس ویل و بعدش وربمونم به شکل ساده میاد base form of verb. برای going to خب قطعا ما از اون برنامه ریزی داشتیم از قبل و مطمئنیم که روی میده. حالا ممکن به هم بخوره ولی مثلا برنامه ریزی بوده که از قبل براش انجام شده. For example, I going to class tomorrow. از قبل برنامه ریزی کردم که فردا برم کلاس. و برای اینکه بفهمیم going to چجور باید بیاریم حتما به این توجه کنیم که وقتی میخوایم going to بیاریم حتما I know تو جملمون باید باشه. یعنی اگه I know بود میخواستیم بین will و going to یکیشون رو انتخاب کنیم 100% بعد going to انتخاب کنیم. حالا شما هم اگه نکات دیگه میدونید راجع به going to will دو کامنت ها من بگید. Thank you. Goodbye.